من امروز دارم با دوستم میرم کافه و اونجایی که من یه اخلاق خیلی بدی دارم اینه که من راههای دور رو اصلا دوست ندارم برم. یعنی ترجیح میدم قراره که با دوستام میذارم نزدیک خونم باشه. و دیروز دوستم بهم گفتش که پلن چیه برای ویکند؟ گفتم که پلن خاصی ندارم. گفت بیا پس با هم دیگه بریم کافه. گفتم اوکی. یه کافه برام فرستاد و من دیگه نگاه نکردم، یعنی تو سرم چون میدونستم خونش کجاست گفتم که خب پس حتما نزدیک اونجا هست که مثلا حالا خیلی هم راهی نیست، با دوچرخه مثلا 10 دقیقه یه رو با اینا. و هر روز از خواب بلند شدم دیدم با دوچرخه نیم ساعته و من الان باید نیم ساعت پا بزنم و این جای دوچرخه من شکسته. یعنی من نمیتونم گوشیمو بذارم تو این جا گوشی که لوکیشن رو کنم چجوری باید برم و با بدبختی الان باید خودم برسم کنار. یعنی باید بزنم کنار نگاه کنم کجا باید برم دوباره برم اصلا یه پروسه عجیب غریبیه تا اونجا برسم. ولی من فعلا برم، بعدا میبینمتون. من میخوام برای خودم چای درست کنم. گفتم که به شما هم نشون بدم چجوریه چایی که درست میکنم. از این چاییای دمی گرفتم که چای لاو بود اسمش و دقیقا نمیدونم توش چیا هست، ولی اینطوریه که چیزای طبیعی داره و اینا. دمش میکنیم اگر که منو زیاد ریختم. و به موارد بعدی بچرخونم شما هم ببینید. زعفرون، شادی آور، چای خودش خیلی طعم داره ولی چون الان یه ذره هوا بارونی و اینا گفتم یه دونه دارچینم بندازم توش. من اصولا قهوه میخورم ولی گفتم برای الان که هوا اینطوری سرده، بعد این سردم که میشه خوشمزه است، واسه همین اینو درست میکنیم بمونه و یه ذره سالم زندگی کنیم. فعلا خدا. گود مورنینگ. من اومدم برای سر کارم یه چیزی بگیرم چون هیچی تو خونه نشتم. غذا ایده خودم سالاده. حالا ببینیم اینجا پاستا هم خوبه ولی کربوهیدراتش زیاده، واسه همین ترجیح میدم سالاد بخورم. چه سالادی رو انتخاب کنم؟ یک کم هم کربوهیدرات داشته. این
فلافل و کوکوس. یه دونه داره مرغه، این کجاست؟ مرغ و اینا نیست. نه بکنم همون فلافل و کوکوس رو انتخاب کنم. اینا خیلی سالاد خوبیه، همه چی توش داره، کربوهیدرات داره، پروتئین داره، تخم مرغ‌پز و مرغ و سبزیجات. به نظر میرم برای این سالاد خوبی بود. برم ببینم قهوه هاش کافیاش آف خورده، چون من همیشه دوست دارم استارباکس بگیرم. قهوه خود استارباکس رو دوست ندارم ولی قهوه‌ای برای تو خونه رو استارباکس رو ترجیح میدم. مثلا بخوام برم بیرون کافه نمیرم هیچ وقت استارباکس قهوه بخورم، ولی برای خونه هیچ وقتم آف نمیزنتشون. من نزدیک 2 هفته از منتظرم اینا آف بخوره. اینا آف خورده، دومیش نصفه، ولی من استارباکس میخوام. اب نداره، بعداً دوباره تلاشمون رو میکنیم. فعلا خداحافظ. ببین میدونی هوای هلند چجوریه؟ هوای هلند اینجوریه که بلا استثنا هر روز که میخوای خونه بیای بیرون باید هواشناسی رو نگاه کنی. خب بعد یه دفعه شوکت میکنه، به خاطر اینکه مثلا صبح سرده باید کت بپوشی، بعد ظهر که میخوای بری خونه باید تاپ بپوشی، یعنی روانی میشی. من از باشگاه اومدم و رفتم دوش گرفتم، بدنمو فقط شستم، موهامو نشستم، به خاطر اینکه هم هوا بارونیه اینجا، یعنی بخوام موهامو یه صافی چیزی بکنم برم بیرون انقدر رطوبت بالاست و بارونیه دوباره وزوزی میشه. هم این که تایمشو ندارم، یعنی اون تایم کافی رو ندارم که بخوام برای موهام بذارم، چون همینطوری هم فکر کنم یه نیم ساعتی بعد پا بزنم، نیم ساعت نه، یه 20 دقیقه اینطوریه بعد با دوچرخه برم. و همچنان اون دسته دوچرخه من برای گوشی شکسته و من چیزی نخریدم و اصلا بعد بزنم کنار، هی نگاه بکنم، دوباره بزنم کنار نگاه بکنم، یه پروسه عجیب غریبی. این ماسکر رو میزنم که اینا نیاز به شستشو هم نداره چون آبرسانه، که یه سر پوستم فرشه. و من یه اخلاق که نه، یعنی پوستم یه مدلیه که به گردو، عسل، یه چیز دیگه هم بود، خرما، به شدت اینجا هم جوشه ریز ریز میزنه وقتی اونا رو میخورم. بعد یه مدت نمیخوردم، خیلی پوست صورتم خوب شده بود و الان دوباره داشتم نگاه میکردم چون این مدت خیلی عسل و گردو و اینا خوردم، خرما هم خوردم، واسه همین دوباره کلی از این جوش ریزا زدم. من نمیدونم گیر کردم بین اینکه بخورم بزنم و واقعا وقتی یه مدت نمیخورم همش میره. خیلی بعد اصلا روتین پوستی و اینا جواب نمیده روش، فقط نباید اینا رو بخورم، گرمی کلا نباید زیاد بخورم چون اینجام جوشای ریز 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 میزنه، بعد همون موقع هم میزنه ها، یعنی مثلا من الان بخورم مثلا شب بخوام صبح بلنشم جوشا رو میبینم. حالا دیگه ببینیم چی میشه، اینم شانس مایه. من برم این ماسکر بذارم بمونه، بعدش میخوام آرایش کنم، موهام که همینطوری فقط میخوام ببندم بالا، حالا که مرتبش میکنم و نمیدونم چی باید بپوشم، اصلا هیچ ایده ای ندارم، چون میگم من آدم خیلی کلاب برو بار برو اینا نیست، حتی اینجا بار کلاب نیست،
و من همیشه کافه رفتم، یعنی اصلا یه بار تو زندگیم کلاب رفتم. واسه همین هیچ ایده ای ندارم الان باید چی بپوشم. لباسش هم ندارم. هوا هم که بارونیه، تابستون نیست بگی حالا نمیدونم. خلاصه ببینم چیکار میکنم. فعلا خدافظ. ماسکارا زدم، بعد برش داشتم، بعدش پرایمر الفو زدم که باعث میشه فقط موندگاری آرایشت بیشتر بشه، یعنی بیشتر بمونه. بعد از اون این خط لب شیگلم رو زدم و این خط لبه اینو ریمووش میکنی و واقعا طولانی میمونه. دیدی خط لبات رو میزنی زود پاک میشه، این طولانی میمونه. فقط یه بدی که داره اولش که ریمووش میکنی خیلی دیگه زیاده و به مرور زمان کم میشه، یعنی برای روز طولانی که میخوای بیرون باشی خوبه. ولی چون الان من میخوام رو نوشیدنی زیاد بخورم گفتم اینو بزنم. برام منتظر بودم، یه ذره صورتم خوشه و بعدش همون این لباسی بود که میخواستم بپوشم، روش کرم پودر ریخت، عالی شد. و بعدش هم فاندیشن شارلوت تیلبری میزنم و میتونیم الان یکم با هم دیگه صحبت کنیم. ببین یه اتفاقی که برای من حداقل داره میفته، من همیشه تو زندگیم با آدما خیلی خوشبین بودم. یعنی همیشه فکر میکردم که آدما هیچ کدومشون بد نیستن، هیچ اتفاق بدی از طرف اونو برای من نمیفته و همیشه هم افتاده. ولی من سعی کردم دیدم و نسبت به آدما همیشه مثبت نگه دارم. و من یه کار خیلی خوبی اینجا داشتم و به خاطر دراماهایی که اونجا داشتم باعث شد که کارم رو عوض کنم. چون به نظر من اون شغلی که داری که بگی من این شغل رو دارم و اینا، اگه قراره تو روحیت، تو روح و روانت تاثیر بذاره، تو باید از اون کار بیای بیرون. یعنی اون سمت کاری خیلی مهم نیستش، این چی میگم، اون روح و روانته که مهمه. و رفتم یه جایی انتخاب کردم که احساس کردم دراماش کمتره و الان که 1 سال اونجا کار میکنم هیچ درامایی نداشتم. فقط یه همکار آمریکایی دارم که من از روز ماهای اول با همدیگه شروع کردیم، اوکی بودیم با همدیگه، هیچ مشکلی نداشتیم و جفتمون قرار بود سوپروایزر شیم و تنها فرقش این بودش که اون قرارداد سوپروایزری گرفته بود، من نه. واسه همین اون مجبور بود یه سری کارا رو تون انجام بده چون قراردادش داشت و داشت پولشو میگرفت. ولی من همه چیزو از اون زودتر یاد گرفتم، یعنی هر چیزی که باید به عنوان یه سوپروایزر یاد میگرفتیم من زودتر از اون یاد گرفتم و هندلینگ هم کلا خیلی بهتره. همیشه مثلا میگفت به نظرت اینجا رو چیکار کنیم، یا مثلا اگه یه مشکلی میخوردش من کمکش میکردم، زود حلش میکردیم و اینا. و من دیروز با این خانوم بحثم شد و بیشتر از این ناراحت بودم که خب من اومدم اینجا روی این حساب که توقع داشتم مثلا اتفاق بده این مدلی دراماتیکی برام نیفته و افتاد و میدونی خیلی خورد تو ذوقم که اینی که مثلا ما از اول با هم دیگه شروع کردیم، اینا با هم دوست بودیم، با بچه‌هاش خونه من اومده و اینا، با من همچین کاری کرد. ببین از یه طرف اونم حق داره، نمیخوام همه حقو بدم به خودم، ولی نوع بیان، اینکه تو با یه آدم چجوری صحبت میکنی، چجوری حرف میزنی هم به نظر من خیلی مهمه. یعنی اگه میومد اونو خیلی آرومتر بهم میگفت من خیلی اوکی تر بودم، ولی خیلی خیلی پرخاشگری و استرسی و بعد بهم گفت و من همیشه بیشتر از توانم اونجا کار کردم، یعنی نه بیشتر از توانم، خیلی صدم رو گذاشتم و الان اینطوری هم که اوکی اگه قراره با من اینطوری رفتار شه پس منم دیگه اونطوری که باید کار نمی‌کنم، لکه اینی که بشورم. ولی من به این نتیجه رسیدم که کاشکی به این حد نرسونده بودم. یعنی وقتی تو یه سری چیزا رو از آدما می‌بینی همون لحظه مراقبت کن، هی بهشون زمان نده، نه حالا اینو میگم هیچی نمیگم، حالا اینو میبینم هیچی نمیگم. همون لحظه که دیدی بگو او اینو دیدم پس بیشتر مراقبت میکنم، حالا اینو بعداً پاکش میکنم. و من اینطوری نیستم متاسفانه، من هی به آدما تایم میدم، اینو اینطوری دیدم اشکال نداره، دفعه بعد و باعث میشه که خودم آسیب ببینم، خودم لطفه ببینم و اون آدمم هی پرروتر شه. الان دقیقا ما به درجه رسیدیم که فکر میکنم اون از من عصبانیه، من از اون عصبیم و اگر روز اول که ازش یه سری چیزا دیده بودم این مرزم رو باهاش مشخص‌تر کرده بودم و همچنان بهش رو نمیدادم به این درجه نمیرسیدم.
نه تنها با این، با هر آدمی. به نظر من فرصت دادن زیاد به آدما، من خودم خیلی فرصت میدم، خیلی، و فرصت دادن زیاد به آدما یه توهم براشون میسازه. و من توی این 1 ماه اخیر تو شرایط روحی خوبی نبودم، یعنی خودم احساس میکردم که چقدر افسردگی گرفتم، چقدر حالم بده و آدمی هم که میجنگم، همیشه برای خودم، برای زندگیم جنگیدم و هیچ وقت نخواستم مثلا بگم من مریضم فعلا نمیام که حقوقم بگیرم و اینا، چون میگم من هدفهای بزرگتری داشتم اونجا. واسه همین رفتم سر کار، ادامه دادم، در صورتی که واقعا از لحاظ روحی نمیتونستم. و اونم مشکلش این بودش که مثلا تو بعضی وقتا میری عقب و میشینی و اینا، و من دلم نمیخواستش دیگه به کسی بگم که مثلا من الان دوباره حال روحیم بده. خب واسه همین گفتم اعلام نمیکنم. و الان میگم نمیدونم درستش این بود که اعلام میکردم، اعلام نمیکردم. اصلا میگم دیشب خیلی حالم بد بود وقتی از سر کار اومدم، خیلی قصه خوردم. این یه دونه کانتور الفه که البته برونزر هم میشه گفت و خیلی، چون هم پیگمنتش زیاده، هم که اصلا رنگ پوست من نیست. من سر کار به مجانی رسید تو کادوی کریسمس. بعد به همین دلیل اینو یکم میزنم رو دستم و سعی میکنم توی کمش کنم، یک کم میزنم اینجا که رنگ بگیره تو صورتم، چون اون یکی فنتی بیوتیه که میزنم خیلی دیگه نود طوریه رنگش، فقط واقعا برای کانتوره. من نمیدونم چون همیشه با یه سری رنگ پیدا کردن و مشکل دارم، مثلا رنگ کانتور مشکل دارم، رنگ کانسیلر مشکل دارم، همیشه با همه چی مشکل دارم. یه ادوایس دیگه هم که بهتون بدم، موقعی که میخوایم بریم مهمونی نمیدونید موهاتون رو چیکار کنید، موهاتون رو ببندید. به خدا خیلی خوبه. من همیشه که موهام میبندم احساس میکنم خیلی تو همه عکس‌ها بهتر میافتم، قیافم بهتر و اینا. موی باز من خیلی حجیمم هست، هر کاریش هم میکنم بازم احساس میکنم موی جمع همیشه بهم بیشتر میاد. حالا این بود از داستان من که من دوباره تو سر کار لطمه خوردم و توقع داشتم اینجا دیگه لطمه نخورم و دیشب این مدلی بودم که پس تو، من به عقیدم اینه اگر یه چیزی رو دائم داری تو زندگیت میبینی، پس تو درس کافی از اون اتفاقه رو نگرفتی که داری میبینی. یکی این که خب اوکی من باید ببینم من کجاها اشتباه رفتار کردم که دارم هی اینو میبینم، مسلما منم دارم یه جاهای اشتباه رفتار میکنم. شاید از مهربونی زیاد، اصلا اشتباهت میتونه این باشه، میدونی، شاید از کار کردن زیاد، یا شاید رو دادن. یعنی اشتباه همش این نیستش که تو یه کاری خلاف عرف بکنی، میدونی. یکی هم این که توقع داشتم دیگه آدم بعد دوباره انگار نبینم. شاید اصلا اشتباه هم اینه که فکر میکنم همه اینجا که اومدم، چون تو ذهنم این بود من اینجا اومدم چون زیر نظر داشتم ببینم مثلا کارکناشون چجوری ان و اینا، و توقع داشتم اوکی من زیر نظر گرفتم اینجا رو، یعنی با عقلم حساب کردم و نمیتونستم برم جای بهتری کار کنم که مطمئن بودم اونجا دراما دارم. اینجا رو انتخاب کردم که دراما نداشته باشم. حالا میگم یکم لول کاریش پایین‌تره ولی گفتم اینجا دیگه دراما ندارم. و وقتی که دراما دیدم خیلی خورد تو ذوقم، خیلی، چون من از روز اول من خیلی زود با همه مثلا، حالا شاید دوست نشم ولی مثلا یه فضای راحتی رو برای آدمو میذارم و همین دیگه. من برم ادامه آرایشم بکنم، احتمالاً هم یه لباسه رو بپوشم، هیچ ایده‌ای ندارم برای همچین جایی چی باید پوشید. واسه همین گفتم حالا یه چیز وسط بپوشم، البته پیرنه یکم مجلسیه ولی گفتم حالا مثلا با بوتی چیزی بپوشمش که خیلی دیگه مجلسی طور نباشم. اگه رفتم اونجا دیدم همه اسپورتن و یا مثلا یه تیپ نورمال زدن، چون هلندی‌ها ازشون بعید نیست. هلندی‌ها مثلا میرن یه رستوران خیلی شیک، مثلا با تیپ بیسیک ترین تیپی که میتونن بزنن، مثلا میرن یه رستوران شیک میشینن. مثلا همین اصلا ازشون بعید نیست که ما امشب که داریم میریم اونجا مثلا ببینی زنا و مردا با خیلی تیپای ساده اومدن. سر همین دیگه بریم ادامه کارمون رو بکنیم، زودی میبینیمتون. فعلا خداحافظ. من اون لباسه که میخواستم بپوشم دیدین که روش فاندیشن کرم پودر ریخت، بعد هرچی شستمش نرفت و من هرچی گشتم، چون نمیخواستم شلوار جین بپوشم، هرچی گشتم
هیچ لباسی پیدا نکردم. آخر سر اینو پوشیدم و امیدوارم که خیلی تو ماچ نباشه برای اونجا، یعنی مثلا برام ببینم من تنها کسی هم که اینطوری لباس پوشیدم. و بوتم، کفشم اینو پوشیدم، اینا رو پوشیدم. میگم امیدوارم خیلی تو ماچ نباشم. اینم میکاپمه و این که سعی کردم با زیاد اکسسوری استفاده نکنم که اگه رفتم اونجا دیدم همه خیلی نرمالن، حداقل دیگه گوشواره گنده و نمیدونم اینا نداشته باشم. و امیدوارم بارون نگیره تو راه که همه میکاپم و موهام خراب شه. بریم اونجا ببینیم چی میشه. برم کتم و اینا رو بپوشم بعد. خب من آماده شدم. این از تیپ من.